رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عبدالرحیم موسوی میاد بیان میکنه که اگر آمریکا به ما حمله کنه درس عبرت میدیم. من میخوام اینجا بهش خیلی راحت بگم که شما نمیخواد درس عبرت بدی. شما در اون اتک 12 روزه میرفتی در بیمارستان روانی ارتش ازگل زیرزمینش میخوابیدی اگه خاطرت باشه، هنوز یادت نرفته. فرمانده کل قواتون وقتی میخواد بیاد سخنرانی کنه تمام عبا و عمامش رو میتکونید، بعدم میاد یه وقت خاک با خودش نیاره که یه بارم مثلا که ظاهرا این تیمی که میذارید اینو برش بزنه از دستشون در رفته بود، اینم از توی لالوها رد شده بود، ظاهرا با خاک و همون عبا و عمامه خاکی اومده بود پای کار. خب میبینیم که وضعیتتون چطور هست و به کدوم سمت میرید. از طرف دیگه میبینم که فرمانده دانشکده ستاری اومده اونجا، یک تیمسار که باید دانشکده ستاری، عرض کنم خدمت بینندگانی که آشنایی ندارن، دانشکده علوم هوایی برای کسانی است که میخوان خلبان بشن. میاد و صحبت میکنه از نسل 1 و 2 و ما نسل 1 و 2 نیم نداریم، مثلا این حرفایی که زده. بعد جالب اینجاست هواپیمایی که بک‌گراند این سخنرانی یا مصاحبه هست میگه 29 که نسل 4 F-14 های ما نسل 4، میتونیم با ارفاق بگیم نسل 4 پلاسه. F-14 های نیروی هوایی ارتش که به جا مانده از زمان ارتش شاهنشاهی است. توی جنگ 12 روزه خب تفاوت نسل پرنده ها را داشتیم. 4 و نیم نسل پرنده های اونهاست، جلوتر از اونا اصلا نسل 4 و نیم هستن و ما نسل 2 و نیم هستیم. یه تفاوت نسلی داریم. شما سواد نسل‌های هوایی رو هم نداری، نسل‌های جنگنده ها رو هم نداری، بعد میای راجع بهشون اظهار نظر میکنی. چجوری تو اون دانشکده ستاری چی یاد میگیرن این دانشجو؟ واقعا چی یاد میگیرن؟ چی یادشون میدید وقتی توی بی سواد اونجا فرماندهی؟ وای به حال شاگردانی که زیر دست تو تربیت میشن و میخوان فردا. خب همین میشه حالا روز ارتش مشخصه دیگه، همه یا مهر پیشونیشون رو سوراخ کرده یا از راه پاچه‌خواری و دستمال کشی خودشون رو به جایی برسونن، لیف کشی و دستمال کشی و با کله پاچه درجه امیری میگیرن. نذارید دیگه خیلی حرفا رو بزنیم دیگه. در یه جای دیگه اومدی عنوان کردین که ما اسکرامبل زدیم، F-14 همون پرواز کردن، در نیمه شب رفتن F-35 رو فراری دادن، پهبادم شکار کردن. بعد فیلمی که پشت سرش آوردید، حالا من با اون کار ندارم که روز بود نیمه شب عنوان میکنید فیلم برج مراقبت که مال مانور هوایی مختلط بین میگ 29 یا 130 در بوشهر بود اگه خاطرتون باشه، که یاک‌های آموزشی رو خواستید ببینید میتونید جنگی ازش استفاده کنید، دیدید نمیتونید، اونو پخش کردید به عنوان رهگیری جنگ 12 روزه. چرا این ادعا رو میکنم؟ شما اصلا اسکرامبل نزدید، شما اصلا هیچ پروازی نداشتید. یک، بر اساس ضوابط وقتی شما یارای توانایی درگیری هوایی رو نداری و جنگ الکترونیک دشمن یا حریف حمله کننده برتری داره به شما، قوانین به شما اجازه اسکرامبل نمیده. این در درجه اول. در درجه دوم، خب وزیر امور خارجه میاد عنوان میکنه که من زمینی، حالا من نمیدونم با چارپایان رفته یا با خودرویی رفته، میگه من زمینی رفتم کشور دوم، از اونجا با پرواز رفتم. ببینیم پرانتز من این سوالو بپرسم، خیلی سوالش اینه که شما چطور رفتین ژنو با توجه به ممنوعیت‌های پروازی که وجود داشت؟ من گفتم که برگشتش من فهمیدم زمینی از اشغال بود رفتن به ژنو. من رفتن هم زمینی رفتم، از مرز خارج شدم با افتخار، بالاخره از مسیر زمینی حرکت کردم. از مرز که خارج شدیم وارد ترکیه که شدیم، از هواپیماهای ما در اون طرف مونده بود در استانبول. بعضی از هواپیما که مسافری ما که رفته بود موقع برگشت خوردن به بسته شدن فضای ایران و ناچارن در استانبول مونده بودن. یکی از اونها آمدن، استفاده کردیم و رفتیم ژنو. از ژنو برگشتیم دوباره استانبول برای اجلاس وزرای خارجه کشور اسلامی. بعد رفتیم
به مسکو، از مسکو هم اومدیم اشقابات پیاده شدیم دوباره با ماشین اومدیم. خب اینم وزیر امور خارجه شون که به اعتراف خودش میگه من با خودروی زمینی رفتم یه کشور دیگه، از کشور دیگه مثلا اومدم بگم ما خیلی در. خب چرا همون F-14 ها رو اسکورت هواپیمای وزیر امور خارجه نکردید برای شرکت در کنفرانس یا نمیدونم چی بود، مثل مذاکرات بود فکر کنم، کنفرانس مذاکرات بره. اینقدر میترسیدید هواپیمای وزیر امور خارجهتون پرواز کنه بره کنفرانس برای مذاکره؟ چی رو ادعا میکنید؟ چه اسکرامبلیزه، چه تقابل هوایی کردید؟ چرا دروغ میگید؟ با فتوشاپ و با دروغ شما نمیتونید کشور رو اداره کنید، نمیتونید. این مردم دیگه اون مردمی دهه 50 نیستن فریب شما ها رو بخورن. سر تاپاتون و دروغ و ریا و چاپلوسی و خیانت به کشور گرفته. از این انقلاب شیر و خورشید، یعنی بعد از 18 و 19 دی‌ماه، هر نظامی تن به همکاری با این خیانتکاران و جنایتکاران بده، خصوصا در رده فرماندهی، میشه گفت دستش به نوعی خون جوانان کشور آلوده است. حالا یه عده که فقط اموراتشون رو دارن میگذرونن، منتظر یه فرصتی هستن، اونا بحثشون جداست. ما میدونیم کیا سرسپردگی میکنن و قطعا چشم ما به اوناست و ثبت میکنیم همه جا. سرسپرده های نظام جایی نخواهند داشت هیچ کجایی داشت.